فرزند من، دیگر نگران نباش. تو در زندگی ضربه‌ای خورده ای و تنها کاری که انجام می‌دهی این است که مدام به آن می‌اندیشی و نگران هستی. آیا فراموش کرده ای که من اینجا هستم تا تمام بارهای تو را به دوش خود بکشم؟ یا از این که در برابر مشکلاتی که بر سر راهت قرار می‌گیرند خود را ببازی و نگران باشی لذت می‌بری؟ فرزند من، آن را در لیست قرار بده. کاری باید انجام شده یا به آن رسیدگی شود. آن را در لیست کارها قرار بده. نه در لیست خودت، آن را در لیست کارهای من قرار بده. بگذار من آن کسی باشم که به این کار رسیدگی می کند و مشکلت را حل کنم. تا زمانی که آن را کامل به من محول نکنی نمی توانم کمکی به تو بکنم. هرچند لیست کارهای من بسیار طولانی است، اما من خدا هستم. من قادرم هر کاری را که به من واگذار می کنی انجام دهم. اگر حقیقت را بخواهی پیش از این هم بسیاری از کارهای تو را انجام دادن بدون اینکه خودت هرگز از آن خبر داشته باشی. اشرف مخلوقات من، به من اعتماد کن. به محض اینکه بارهایت را به من سپردی دیگر آنها را پس نگیر. به من اعتماد کن. ایمان داشته باش که من به تمامی نیازهای تو رسیدگی می کنم و مشکلت را حل خواهم کرد. آیا با فرزندت مشکل داری؟ آن را در لیست من قرار بده. آیا مشکلات مالی داری؟ آن را در لیست من قرار بده. آیا از فراز و نشیب‌های احساسی خود در رنج هستی؟ به خاطر من آن را در لیست من قرار بده. من می‌خواهم به تو کمک کنم. تمام آنچه که تو باید انجام دهی درخواست کردن است.